این شرط اول بود، یعنی شرط اول هجرت کردن و یا در غریبی بودن. و شرط دوم چی است دنبال؟ بله، شرط اول خیلی که گفتیم غریبی هست. شرط دوم این است که انسان باید خاکساری پیشه کند. شخصی متکبر نمیتواند علم گیرد، باید نزد عالم زانوی ادب زد. شاید عالم دیهاتی هست، شاید عالم کمبغل است، لیکن عالم است دیگر، باید در نزد او علم گیریم. بنابراین در صحیح بخاری هم امام بخاری از امام مجاهد نقل کردند که گفتند که لا یطلب العلم مستکبر ولا مستحین. این علم را شخص متکبر و شخص شرم دارنده گرفته نمیتواند. آدمی که کبر دارد نمیتواند در نزد عالم بشینه. شما به قصه موسی نگاه کنید، به نزد خضر رفتند، گفتند که هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، مگر من شما را پیروی کنم؟ یعنی اجازت هست با صیغه سوال و استفهام که من به شما شاگرد هستم تا اینکه از بعض علم هایی که الله به شما داده است به من تعلیم میدادید، نه همه آن را، یعنی بعضی آن را با آداب معامله کردن، یعنی که خاکساری کردن. موسی علیه السلام حضرت خضر را خاکسارانه با آدابانه پرسیدند. خیلی خوب، یعنی شما اینجا باز یک بار دیگر دلیل آوردید و اثبات شد که در واقع همون شرط دوم باید که به اجرا رسانیده شود تا اینکه به علم انسان سزاوار شود، یعنی که کبر و غرور را از دل باید که بیرون کرده تواند.